خوب انشالله که بله زن بفرما. سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام به تمام مردم. میخوام که همدردی خما به مادران بدخشان، به مردم بدخشان برسانم. متاسفم، ما هم غم شریکیم برای غم شما مادرای عزیز. وار کمی یک دو گپ نرساندم برادر، در همون فیسبوک هم اتکایم کردم که هر طرف. انا در موردی گفتنی بودم که همین میتینگ باید ساعت وقت چمانیم بهتره. همین شبی سالی نو بانای سالی نو کنم مهاجرا افتا بلیت بگیرم بروانو. شبی سالی نو همو مثال نویای توبه مرکز مثال آمدن بگیرن. زن فرزنداش قتی بیان بهتره. فرزنداتونا نشان بتین شجاعت و دلیریه ای حوزی بعد رنگی ما نشوان. بیاین همون شای سال نو تری میگو ارشد رحمان و مرکز شهر میکنم میچینم میبرم میپرتیادن میگن شهر تماشا میره میگن اوفی کذر نداشته باشه. میگه سال نو دفاناتم کنی شهر تماشا میره مخی. اگر همین رحمان رو بفهمه که اما فرعون و رفاه میده بود که بچه یا بچه تولد بشه که من هم بکشه و نفهمید نوش موسوی همین گفت هم زنه که بچه تولد کرد بکشش همین رحمان رو ممتری های همین لوبای نومی کارا بگیری اگر همون وقت باید اگه فکر میکنن دارو با همون خاطر انشالله که همین پادپیسات در تلگرام ما بکنه ما همون گروه های داشتگی را معین و همون چیزای داشتگی رو انجام میتیم انشالله که ما میدونیم که چه خیلی کنیم دمو یگون نمود خیلی شب های سال نو در کار نیست انشالله که میدونیم که انجام بتیم. همین منبر یک بار همین کیرا همین رحمان شریفویچ همین منبر یک بار گفتم بعد همون جندگل بود که بود خشتمانش مرده بود که خداوند می‌دردم تان کنه. امروز همین منبر با میگم که پروردگار رنگم مادرای بدخشان رستم قطعی سامان در پیشت بینی مردهاشون در میدان به صاحب مونی قطعی بچه‌ها خیلی بچه‌های مردم میکشی مادرها در اوج شاخ شیدگی در بالای سری مرده‌های بچه‌هاشون. خداوند همون روزا در سرت کنه شریفویچ. آمین. آمین. سلامت باشی برادر. امام علی نمیرد که وقتی تو ایدی میشد رقصیده نمیرد موتم بدخشانی ها نمیرد. خیلی برای در قوت او مادر بشیند که بشی گویا که این فرزند تولد کردگی توایه کردی باقا کردی و این بایا گوشتاش بخورم گوشتاش بریان کنه خیلی خوردن گیرقتی او حکومت داروش چیکار کرده است؟ خواه ایولی خیلی بیدار کنید چه برو بخیر 3 روز شده و زنک مرده است مادر ایولی او را جنایتکارش برآوردگیان باید او اویله را با ورق نراده در بدخشان یگون نمود خیلی کمک با او نشوه رحمان و پیش او میروه او گلبدین جنایتکار برآوردگی شد وزارت کمیته دولتی امنیت ملی گفتگیان که ما یک جنایتکار را کشتیم او تروریست بود رحمان و پیش مادر همون میروه همین فکر داشت مادر رحمان و پیش همون میروه این بدخشانی ها وای ده همش هم خیلی هم دشمن هم وای ده برک هم وای بتونه که همش هم خیلی کند و خیلی کرده است انشالله به مقصد نمیرسد روزی است که خدا جزاش میدادگیست. رحمانوف در 30 سال برای یک مهاجر در بیرون مردگی تعزیه بیان نکرد که صدها هزار مهاجر در روسیه مرد در تاجیکستان مرد تعزیه بیان نکرد. رحمانوف برای آدمی که مردم با پا خیزونده است برای کشته شدن او رحمانوف پیش مادر او نمیره بول فرمان میکنه که بعد چند مادرش هم برای یک کارکنی بکشی. رحمانوف ایمون نداره زندگی کردیم همین دنیا رو دیدیم در یگان دنیای دولت هم خیلی نادمگری نامسلمانی هست. افغانستان این خیلی بیره ممکن همون طالبان هم این بیره نمیکنن در ای رحمانوف در مدت 30 سال مادر یگان نکی دیده سوال به خودت راست گفت اگر دیده باشی بگو دیدم من ندیدم من روی انمو گندگیاش کودکام گرفتریدم آمد خانه من محکم کردم خیستم آمد من نتوانستم من ترک وطن کردم. چند سال شد ترک وطن کرده؟ این قریب 8 سال میشه ما ترک وطن خونه ما این 15 روز پیش من رفتم بدخشان نتونستم کرونا ویروس میدن پول تا میگیرن همه دروغ همش فریب همش بیچاره پامیره شوفرا کوکا
یعنی یک قدم را میری چرت میگم 5 سومی، یعنی رنگ گدو هم رنگ گدو همی پولای دو گرفته. تو باور میکنی ای بیرحمند خیلی پولشون خورده استی. امی اور در اوجا 450 سوم اور روغن هیچی نیست. امو بیچاره بدخشانی در اوجا کارتوشکه همی زمین کاری گاو و مال زندگی خودشان برده استن و این ایو طلب میکنه و اون نامه خدا میدونید خطای بر میورد ادرات نبا ما ای دوشنبه میخره میبریم پامیر با همو جا استفاده میبریم یک تا بیغ نمیگرد. اون نامه خدا میدونید خطای بر میورد ادرات نبا ما ای دوشنبه میخره میبریم پامیر با همو جا استفاده میبریم یک تا بیغ نمیگرد. قد را این ملیتا میبینن خودشون یعنی به دست میدونن که ویان نو توره هن نو مردانوار بدخشانی ها یعنی میروین در کیسش پول سخت میکنن رفتن ای چی ضرر دیره پول چون خورده است استفاده برده است نیوژل کشتن سر کرده ای کجا ده تو ملیتای تو لعنتی تو نمیگی ای موار اوی چی نشود امو قد را که یا 20 یا 30 ملیتا تو بدخشان رفتن هر یکی و یا 10 سومی 5 سومی بگیرن یه روز ده کمی کم برای 10-15 ماشین میرد ماشین ها یعنی مایده شما خودتون در اسیا همچون در ترما بدگی احساس میکنه که بچه هاتون میبروین باید در خونه بیاین در جای بیگونه قرار داری خط در اسیا و مانند ترما بدگی احساس میکنی؟ کنیش نه خودم اینه در اسیا دخترم در یه جا بچم در یه جا خودم یک کمپیر نگاه دارم 24 ساعت من در خونه هم در اونجا میپوره که من برم هم خانه خودم درم گیرم کمپیر همه وقت گریه میکنم همه وقت ناله میکنم که خدا شب و روزونم رمضان دم روزه گرفتم و امی قوت شما دا دعای نیک کردم هیچی خدا هم به دادمون نمیرسه خدا به دادمون انشالله نزدیک آمده است. خداوند درگیر سختگیر است و انشاءالله فکر نکنید شما دعاهای ما بر هدر رفتن. خداوند اگر دعایی که مستجابش نکرده ندیدیمش اون بر روز آخرت برای ما واگذاشته است که برای ما بهتر است. ما دعامون از الله میکنیم و طلبمون از الله میکنیم چون شکایتگر جز الله نداریم. ادعونی استجیب لکم، شما دعا کنید تا اینکه من میگه خدای شما هستم من شما را اجابت دعا میکنم. و قبول اجابت دعا این خیلی نیست که انسان وقت دعا کرد در حال اجابت شود و اجابت شرط های قبول خودش داره. ممکن است که خداوند دعاهای ما را مؤخر کرده است به یک روزی مصیبت زدگی ما که در اونجا ما را دست ما میگیرد یا مانده استش برای قبر یا مانده استش برای آخرت. هیچ وقت از دعاهای کردگی ما خسته نمیشیم. من خرسند میشم خداوند دست بندش هرگز خائبتا خالی با زمین بر نمیگردونه. مادر گرامی ان شاء الله که هرگز ناراضی نباشه. خداوند یعنی بنده هاش دوست می‌دارد. هر یک چیز براتون میگم، یک زن یک روز فرزند چه از گم کرد. وقتی که یک صحابی پرسید که طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی نگاه کرد که همون زن چند روز فرزندش گم کرده بود، ولی وقتی رفت دید که فرزندش پیدا کرد چند روز پس در آغوش گرفتش و گریه میکرد. چون شما مادر هستید فرزندتون گم کرده باشه وقتی پیداش کنید چی احساس برای شما پیدا میشه و میدونید. و رسول اکرم با اصحابش گفت که دوست داشتن خداوند بندگاشه از انا همین مادری که با فرزندش یعنی که محبت دارد و دوست می‌دارد الله بنده‌هاش همین خیلی دوست می‌دارد. ان شاء الله با مردم پامیر چی پیام داریم مادر گرامی؟ به مردم پامیر خودم میدانم که مردم پامیر به چی نیستن میان شما کم بستگی هم پس نمیرن. من نمیخوام که برم ببخشم یا وای ما را ببخشم، نمیخوام. لیچن من این فرزندام قطعی من رضام که انده بکشمانه یا نیمه کند و نیک دیگه این خیلی درد و غم ندونیم. بیاید این برود همش قطعی برود ببرد اما پامیر همش نیست کنن نیکی ما تظلیم نمیشه ما دست نمیکشیم. الله اکبر. انا اینا میگن نجده ایسانی بدخشید دختر دارم من رضایم که این ببره ما رو هم بکشد جان ما خلاص همین پامیر بگه دست سری قورش رو بزنه و روده پول بهی هم پامیر گرفته گه. انا پامیر ده چشمه های پامیر ما پیر شده و تمام و نوچه‌هامون پیر شدن. همون چشمه فاطمه زهرای و همون چشمه ها گرفته حسب نامای بچه هاشون کردن، رستوران های دخترش کردن. خیلی چی نگفتم ایل خیلی من بخوره سیر شود کدام پامیر هم گفت اینا یکم بار من گفته استم چشمه ها رو به نام بچه هاش نام مونده که وای پیغمبر شده و این بچه هاش موینوش قورستانش همون مزار شود. همون چشمه ها همون مزار ها بزند چه خیلی واقعا هم گفت بهترین مادر بدخشی گفت ما را بکشی ولی ما تسلیم نمیشیم.
والله قسم اگر این ملت تاجیک، اگر زن تاجیک و مادر من و تو با مانند این مادر شیرمردی بدخشانی اگر می بود والله رحمان رو در مقابل ما حکومت کردن نمیتونست. درود بر طرف اگر خدا زنم من راست باش، من یعنی تاجیکستان امو جای یعنی امو قوت امو فلشات کده میشدم کو ممکن من همشه خودم میدارم، من جیگرم سوخته است، من نمیدونم، من رضایم. باور کنین دو بچه دو دختر دارم، میخوام که برم امو مادر امو غم زده قطع من قوتش دمی بچه ها امو مامالی در کار باشه، در خونش تشنه باشه، من در پیشش میمانم میگم خیلی سیر شد که ما این مردم دیگه زندگی شبا برد چقدر خون ده تشنه شدگی بیا خون ما بمون. نه که من باوری دارم که خلق بدخشان دست نمیکشه، من برو چی کاری کنه دست نمیکشیم. نمیخوام که یا بدخشانی بگوه که او خی بیاید ببخشیم، خی بیاید مویخیم. نه اگر کسی مادر من تو با مانند همین مادر بدخشانی بگه که رحمان رو بیاد تو باشه دختر من اپاهام مجا خیش تورم همش مجا من رضام ببره همش بکشد ما دست نمیکشم. اپام دم همش میگم که دست نکشید، نروید این میدون، نروید ما بکشیم، ما سیر شد هیچ گپ نه در تاریخ میمونه زکو ما شهید میشیم. خداوند حفظ ما زیدون مکان دراستش که مدین تماکا خوب کابزن اونا شو هر روز انجام رو میزنن چیکار کنن در گورای دعا کنید تا خداوند رحمان و فضل قدرت دور کنه و زندانی های این ملت از روسیه به تاجیکستان. این و سفیر سپید اهمیت بتی مردم ها، این مردم زندانی های تاجیک ها سفیر سپید گل محمد زاده یا اهمیت بتی خودت نره که با سپید چونه کنی بود یکون نماینده تا روی که بروه تو ببینه مسئله تا کدام زندانی روسیه تومن داشتگیم تومن با کدام جرم شدگی جرم چیه؟ نفهمیدم با کدام ستاتی اشتگی با کدام جنایت شدگی 205 چیه فرقش کنه تروریستی تو چی تروریست بودی کو گفت تو چیکار کردی تروریست نماز خوندم کاپیدم اونا برای نماز خونی تروریست گفتم در کجا من توجیکم فروختم اونا آخه توجیک نماز خوندن بعد یعنی که یگان گناهی اگان عملی بده چند سال تون دادن 7 سال شتگم 2 سال دیگه موندگه سبحان الله به گناه تو نه تپانچه را میدونی نه هیچی را یگان کار کدگی نیستم مخبی یگان کار بول کدگی نیستم دیگه سامان اخلی الله اکبر گفتم ترمم کدم الله اکبر گفتم ملیسا در مدن یا که شما الله اکبر گفتی توجیکا در اومدن توجیکا در مدن الله اکبر گفتم شما را قبدن دستون که تو پستلیت رفتن بردن یعنی که 7 سال ترمت کن چند کس بوده؟ 2 کس کدام منطقه تاجیکستانه؟ شنبه خداوند آزادتان کنه انشاءالله که سفیر سپید فهمید این قضیه بچه‌ها را بین یا تروریست نیستن تروریست نه او چیله دوداری تای در قبودیون تجاوز دورا گشته است یا تروریست نیستن سفیر قضیه یا را ببین سفیر گل محمد زاده قضیه مردم را ببین بله گپ زن چیکار کنیم واقعا هیچ کار نکنه تمام شما یگان کار نکنه بشینه ان شاءالله ما سفیر را گفتیم کی میزنتون زندان بانو من بزو میزنم بزو من خبر نمیشه نگم چی آماده اونا متلاطف نیست تا جمهوری تاجیکستان نمیشه نگم چطور نیست یعنی بزو کیه تو تاجیکی گپ زدم من بفهمم من اصطلاحات زندانی را نمیدونم بز کیه یعنی ملیسا مقصد ملیسا یعنی که چخل میزنن تو گپ زدن چخل تعذیبتون میکنن نه درو به چی میزنم چند ساله ای؟ آره 25 ساله ترا در یعنی که 18 سالگی قبیدن رسد کردن 19 سالگی در 19 سالگی قبیدن رسد کردن بچه تاجیک 25 اویلدار نشده بودی نه
خوب اینه حال زور توجیکای سفیر تاجیکستان سپیچ است در تاجیکستان این بچهای بیگناه بردن با جرم تروریست زندان کردن برای نماز خواندن با پسلیت هم آوردن پاختن اینا که حکومت تاجیکستان باشه و اینا شهر مردای تاجیک اینا مرد هستن نابود شده هستن رستم گرچیک باید با سر ما تو حاکم باشه و آزاده خیلی اسب باید که رئیسی چی باشه رئیسی خیلی فهمیدی اکوسی سلامت باشی شهرینر خداوند آزاد کنه و دعا میکنیم که خداوند آزادتون کنه و ان شاء الله ما دعاگریم ما دعا میکنیم همیشه خداوند اللهم فک اسرانا همیشه دعاهای همه روزه ما است که از خداوند دعا میکنیم خداوند تمام اسیرای این ملت تمام زندانیای بیگناه این ملت از چنگان هر ظالم و هر سرکش و هر دیکتاتور نجات بده. الو بله صدا میره که صدا هست بله فرمایید. السلام علیکم. من مادر نمیدونم چی بگم. امام علی نمیرد که وقتی تو عید میشد رقصیده نمیرد موتم بدخشانی و نمیرد خیلی برای در قوت او مادر بشیند که بشگوید که این فرزند تولد کردگی تویا کردی بقا کردی و این بیا گوشتاش بخورم گوشتاش بریان کنه خیلی خوردن گیره قطعی او حکومت داروش چیکار کرده است خواه ایولی خیلی بیدار کنه چه برو خیلی 3 روز شده و زنک مرده است مادر ایوی او را جنایتکارش برآوردگیان باید او اویله را با ورق نراده در بدخشان یگان نمود خیلی کمک با او نشه و رحمان و پیش او میره او گلبدین جنایتکار برآوردگیشه وزارت کمیته دولتی امنیت ملی گفتگیان که ما یک جنایتکار را کشتیم او تروریست بود رحمان و پیش مادر همون میره همین فکر دارش مادر رحمان و پیش همون میره ای بدخشانی و وای ده همش هم خیلی دشمن هم وای ده ورک هم وای بتونه که همش هم خیلی کند و خیلی کرده است انشالله به مقصد نمیرسد روزی است که خدا جزاش میدادگیست رحمانوف در 30 سال برای یک مهاجر در بیرون مردگی تعزیه بیان نکرد که صدها هزار مهاجر در روسیه مرد در تاجیکستان مرد تعزیه بیان نکرد رحمانوف برای آدمی که مردم با پا خیزونده است برای کشتش دنی او رحمانوف پیش مادر او نمیره بول فرمان میکنه که بعد چند که مادرش هم برای یک کارکنی بکشی رحمانوف ایمون نداره زندگی کردیم همیشه دنیا رو دیدیم در یگان دنیای دولت هم خیلی نادمگری نامسلمانی هست افغانستان این خیلی بیرم ممکن همون طالبان هم این بیرم نمیکنن در ای رحمانوف در مدت 30 سال مادر یگان نکی دیده سوال با خودت راست گفت اگر دیده باشی بگو دیدم من ندیدم من روی انمو گندگیاش کودکام گرفتریدم آمد خانه من محکم کردم خیستم آمد من نتانستم من ترک وطن کردم چند سال شد ترک وطن کرده؟ این قریب 8 سال میشه من ترک وطن خانه من این 15 روز پیش من رفتم بدخشان نتانستم کرونا ویروس میدن پول تا میگیرم همه دروغ همش فریب همش همین بیچاره های پامیره شوفرا کوکا همین یک قدم را میری چرت میگم 5 سومی همین رنگ گدو همین پولای دو گرفته تو باور میکنی این کبیره آمد خیلی پولشون خورده استی همین اور در اوجا 450 سوم اور روغن هیچی نیست همون بیچاره بدخشانی در اوجا کارتوچکه همین زمین کاری گاو و مال زندگی خودشان برده استن و این ایو طلب میکنه و این خطا میدونید خطای بار میارد ابرات با ما ای دوشنبه میخره میبریم پامیر با همو جا استفاده میبریم یک تا بیغ نمیگرد قد را همین ملیتا میبینن خودشان به دست میدونن که باید نو توریان نو مردانوار بدخشانی ها میروین در کیسش پول سخت میکنن رفتن چی ضرر دیره پول چون خورده است استفاده برده است نیوژل کشتن سر کرده ای کجا ده تو ملیتای تو لعنتی تو نمیگی ما هیچی نشود امو قد را که یا 20 یا 30 ملیتا تو بدخشان رفتن هر یکی باید 10 سومی 5 سومی بگیرن یه روز ده کمی کم برای 10-15 ماشین میرد ماشینو یعنی مایده
شما خودتون در آسیا همچون در ترما بدگی احساس میکنه که بچه‌هاتون میبرند باید در خونه بیایند در جای بیگانه قرار داره خط در آسیا با مانند ترما بدگی احساس میکنی؟ هنوز نه خودم اینا در آسیا دخترم در یک جا بچه‌م در یک جا خودم یک کامپیوتر نگاه دارم 24 ساعت من در خونه‌ام در اونجا میپره که من برم اون خانه خودم درم گیرم کامپیوتر همه وقت گریه میکنم همه وقت ناله میکنم که خدا شب و روز اونم رمضان دم روزه گرفتم و امی قوت شما در دعای نیک کردم هیچی خدا هم به دادمون نمیرسه خدا به دادمون انشالله نزدیک آمده است خداوند درگیر سختگیر است و انشاءالله فکر نکنید شما دعاهای ما بر هدر رفتن خداوند اگر دعایی که مستجابش نکرده ندیدیمش اون بر روز آخرت برای ما واگذاشته است که برای ما بهتر است ما دعامون از الله میکنیم و طلبمون از الله میکنیم چون شکایتگر جز الله نداریم ادعونی استجیب لکم شما دعا کنید تا اینکه من میگه خدای شما هستم من شما را اجابت دعا میکنم و قبول اجابت دعا این خیلی نیست که انسان وقت دعا کرد در حال اجابت شود و اجابت شرط های قبول خود چه داره ممکن است که خداوند دعاهای ما را مؤخر کرده است به یک روزی مصیبت زدگی ما که در اونجا ما را دست ما میگیره یا ماندستش برای قبر یا ماندستش برای آخرت هیچ وقت از دعاهای کردگی ما خسته نمیشیم من خرسند میشم خداوند دستی بندش هرگز خائبتا خالی با زمین بر نمیگردونه مادر گرامی ان شاء الله که هرگز ناراضی نباشه خداوند یعنی بنده‌هاش دوست می‌دارد هر یک چیز براتون میگم یک زن یک روز فرزندش از گم کرد وقتی که یک صحابی پرسید که طرف رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی نگاه کرد که همون زن چند روز فرزندش گم کرده بود ولی وقتی رفت دید که فرزندش پیدا کرد چند روز پس در آغوش گرفتش و گریه میکرد چون شما مادر هستید فرزندتون را گم کرده باشه وقتی پیداش کنید چی احساس برای شما پیدا میشه و میدونید و رسول اکرم به اصحابش گفت که دوست داشتن خداوند بندگاشه از انا همین مادر که با فرزندش یعنی که محبت دارد و دوست می‌دارد الله بنده‌هاش همین خیلی دوست می‌دارد شما فکر نکنید که رحمان ما را ظلم داره خداوند نمی‌بینه خداوند دیده است از نظارتگره خداوند مهلت می‌دهد ولی هرگز فراموش نمی‌کنه و ما رب کنسی و هرگز خداوند فراموش خاطر نیست و هیچ چیزی این ظالما را یعنی که فراموش نکرده است و ان شاء الله که اینو مؤاخذه میشن هم در دنیا و هم در آخرت ان شاء الله با مردم پامیر چی پیام داریم مادر گرامی به مردم پامیر خودم میدانم که مردم پامیر به چی نیستن میانشون محکم بستگی هم پس نمیرن من نمیخوام که برم ببخشم یا وای ما را ببخشد نمیخوام لیچن من این فرزندام قطعی من رضام که انده بکشمانه یعنی نیمه کند و نیک دیگه این خیلی درد و غم نبینیم بیاید این برود همش قطع برود ببرد اما پامیر همش نیست کنن لیکن ما تظلیم نمیشه ما دست نمیکشیم الله اکبر انا اینا میگن نجده ایزنی دارم دو دختر دارم من رضایم که این ببرم ما رو هم بکشن جان ما خلاص همین پامیر بگو دست سری قورش دو بزنه و روده بهی هم پامیر گرفته گه انا پامیر ده چشمه های پامیر ما پیر شده و تمام و نوچه‌هامون پیر شدن همون چشمه فاطمه زهرای و همون چشمه ها گرفته نامای بچه هاشون کرده رستوران های دخترش کرده هیچی نگفتم ایل خیلی نام بخوره سیر شود کدام پامیریم گفت اینه یکم بار من گفتستم چشمه ها را به نام بچه هاش نام مونده که وای پیغمبر شده و این بچه هاش موینوش قورستانش همون مزار شود همون چشمه ها همون مزار ها بزند چه خیر واقعا هم گپی بهترین مادر بدخشی گفت ما را بکشی ولی ما تسلیم نمیشیم والله قسم اگر این ملت تاجیک اگر زن تاجیک و مادر من و تو با مانند این مادر شیر مردی بدخشانی اگر می بود والله رحمان در مقابل ما حکومت کردن نمیشیم درود بر شرف اگر خدا زنم من راست باش من همین تاجیکستان همو جایی همو قوت همین انا پلشات کده میشدم که
ممکن من همش خودم میدارم، من جگرم سوخته است، من نمیدونم، من رضایم. باور کنین دو بچه دو دختر دارم، میخوام که برم امو مادر امو غم زده قطع من قوتش دمی بچه ها امو مامالی در کار باشه، در خونش تشنه باشه، من در پیشش میمانم، میگم خیلی سیر شد که ما این مردم دیگه زندگی شبه برد، چقدر خون ده تشنه شدگی، بیا خون ما بمون. نه که من باوری دارم که خلق بدخشان دست نمیکشه، من برو چی کاری کنه دست نمیکشیم. نمیخوام که یا بدخشانی بگوه که او خی بیاید ببخشیم، خی بیاید مویخیم. نه، اگر کسی یعنی مادری من تو با مانندی همین مادری بدخشانی میگه که رحمان رو بیاد دو بچه ها دختری من اپهام مجا خیش تورم همش هموجا من رضام ببره همش بکشد، ما دست نمیکشم. اکم دم اپام دم همش میگم که دست نکشیم، نروید این میدون، نروید، ما بکشیم، ما سیر شو هیچ گم نه در تاریخ میمونه زکو ما شهید میشیم. خداوند حفظ کنه مادر، تمام مادرای ملت به مانند شما کند تا اینکه برای نجات این ملت آمادگی تمام چیزش از دست دادن باشد ولی قدر ناموس و حیثیت چه از دست نمیدهد. درود بر شما مادری عزیز و گرامی که خداوند واقعا هم سخنان بعضی از افراد میشنویم ولی سخن مادر که فرزند چگونه دوست می‌دارد ولی آماده برای دادن 4 فرزندش است، ولی تا اینکه ما از حق طلب کردن حق حلالمون دست نمیکشیم. انا اینا میگن رمز پیروزی ملت انا همین سخنانی گوهربار انا همین مادر است. الله شما را حفظ کنه مادر، خداوند فرزنداتون را حفظ کنه و خداوند آرامی را به بدخشان بیاره و رحمان و فی سگ از اونجا خائبتا دستاش خالی بر بگرده بروه و به کیفر اعمالش برسه. سلامت باشی مادری گرامی. از رحمانوف طلب رحم نمودن این جنایت است. از رحمانوف هرگز توقع نداشته باشید که اون کار خیری برای ما تو میکند. رحمانوف زاده شر است، رحمانوف اهریمن است، رحمانوف ضحاک است، رحمانوف فرعون است، رحمانوف نمرود است و از اینها هزارها بار بدتر است. برای چی؟ برای اینکه آنها در وجود هر یک فرد این ظالمان و طاغوتان و آنانی که گذشته‌اند یک طینت انسانی و مردی وجود داشت، ولی والله قسم در طینت رحمانوف مردی وجود ندارد. و مانند یک زنی که از شوهرش قهر میکنه، همه زن داره میدونه که یا در حال زن قهر میکنه، اگه اون گپش میگه یا نمیفورش. رحمانوف والله قسم بالله قسم تالله قسم، قسم حونیسی است که من این اویله را خیلی خوب میآموزم و از صدها نفر شنیدم که قصد میگیرد و قهر میکنه، حتی از اویله و نزدیکای خودش قهرش میکنه، قصد میگرفته است و قهری میکنه از قتیشون. من نمیفورم ببین مشخص بیا قتیمون گابزا نه مایت خفا مایت قهری ما قتی نمیفورم گابزا. اكو وای به حال این ملتی که رحمان بر اونها خشم بگیره و اونها را بخواه که یعنی نکزت کنه. نکزت وقتی که زنک وری قهر میکنه، پس بدونید که بر مردم بدخشان از آغاز به قدرت رسیدن تا حاضر زوب دارد و زوب او از بین بردن و یا مطیعی انا همین عائله بی صاحب و بی سر و نوک خودش کردن است. این جاستی مردم نباید دیگر به این طاغوت و این اهریمن و این ضحاک و این نمرود و تیران و این ازورپرتار و این دیکتاتور و این حاکم خانواده و این پیشوای ملت و این کهنه جنوب و این یک شخص لعنت کرده الله اجازت نباید تا اینکه آن عربده‌ای که بر سر کولابی آورد، بر سر خوجندی و سوخدی آورد، بر سر زرفشانی آورد، بر سر حصاری آورد، بر سر قبادیانی و پنجی و بدخشانی آورد، نباید دیگر این ظلمش را ادامه دهد. و تنها استقامت من و تو ای کولابی، من و تو ای خوجندی، من و تو ای پنجی و قبادیانی و قمسنگیری در برابر این ظلم هم یک جا با برادران بدخشانی است. اگر ما و تو یک جا بتوانیم استقامت کنیم برای رحمانوف در این ظلم و ستمش، والله ما و تو پیروز میگردیم. والله رحمانوف صدام و روسیه از این وطن یا کار میکند یا اینکه به چنگال قانون میافتد و جزای سزاوار به این کهنه جنوب ظالم لعین عضوبردار دیکتاتور خواهد شد. تنها و تنها استقامت من و تو، تنها و تنها آن فکری که برای فرض نبره و آینده داری، این استقامت من و تو، این استقامت تنها در برابر یک ظالم و دیکتاتور میتواند باشد که آن را ما و تو اگر خواسته باشیم برای نجات فرزند و نبره و زن و فرزند و خواهر و مادرمان اگر بخواهیم انجام دهیم، این استقامت من و تو. تا روزی که ما و تو در بری بدخشانی ها نباشیم،
تا وقتی که ما و تو بدخشانی را از خودمان جدا فکر کردیم، چنانه که رحمان و فیکون جنوب همیشه این کار را کرد و فکر کرد، والله قسم آن کاری که با بدخشانی ها کرد بر سر ما و تو بدترش را میخواهد بکند، بدترش را تطبیق میکند.